ما عرض ادب. امروز اومدم با یه آموزش جامع از ربات همستر که روی اکانت خام واسهتون پیاده می‌کنیم. وارد ربات که میشین با این صفحه روبرو میشید، یعنی صفحه اول ربات. این قسمت کلا دو تا قسمت داره. یکی که همین کلیکی که به سکاتون اضافه میکنه و قسمت دومش قسمت بوسته. خیلی راحته. قسمت بوست، قسمت اول فول انرژی. 6 بار هر یک ساعت در روز به شما این مهلت رو میده که باتریتون رو پر بکنید. قسمت دوم مولتی تپ. از این قسمت شما هر بار که تقویت کنید یک کلیک به کلیکاتون اضافه میشه. قسمت بعدیش انرژی لیمیت. این قسمت رو هر بار که تقویت کنید 500 تا کلیک 500 تا انرژی به باتریتون اضافه میکنه. پیشنهاد میشه برای خرید کارت ها حتما از این قسمت غافل نشید. و چجوری کارت بخریم؟ چرا کارت بخریم؟ و اصلا چه سودی برای ما داره؟ ببینید کارت تو قسمت ماین قرار دارن. وقتی شما یه کارتی رو خریداری میکنی، به طور مثال کارت اول اسمش فن توکنز. این کارت میگه آقا در ازای من باید 10000 تا سکه بدی. این 10000 تا سکه رو که میدی 950 تا سکه اضافه میکنه. به کجا اضافه میکنه؟ به این قسمت profit per hour. یعنی اینکه پاداش در ازای هر ساعت. چرا این چیکار میکنه برای ما؟ ببینید این دیگه مثل ربات نات کوین تپ سواب نیست بیاید ازش خودش واسهتون استخراج کنه. این هم همین کارو میکنه ولی 3 ساعت 3 ساعت. ببینید اینجا مثلا من 589 تا دارم، درسته؟ یعنی تقریبا 600 تا. یعنی من با خرید هر کارت که به این اضافه میکنم دارم به این هم اضافه میکنم. حالا این چیکار میکنه؟ هر 3 ساعت جمع میکنه. خب یعنی هر ساعت من 600 تا جمع میکنم، هر 3 ساعت 1800 تا به من سکه اضافه میکنه برای خودش. حالا ما این کارت رو چجوری باز کنیم؟ اصلا شرایط باز کردن این کارتایی که قفل اینجا چیه؟ ببینید به طور مثال این کارت گیم فی توکنز میگه آقا برای باز کردنم خیلی ساده است. این زیرش نوشته همستر تیوب لول 4. میگه آقا کارت همستر تیوبو ببر لول 4. همستر تیوب تو قسمت پوشه دومه. ببینید ما اینجا همستر تیوبو باز کردیم. خب اینو میگه آقا این همستر تیوب ببر لول 4. حالا ما موجودی نداشتیم. اینا اگه ببریم لول 4 این کارت برای ما باز میشه. حالا دوستان وارد این پوشه که میشید، من قفلشو باز کردم. برای شما یه قفله میزنه آنلاک که میکنید میاد تو قسمت کجا؟ تو قسمت ان. میگه آقا تو این گروه ها عضو شو. عضو که شدید چک رو زدید اون قسمت واسهتون قفلش باز میشه. حالا اومدیم تو قسمت ان. خوبه که این قسمت هم واسهتون توضیح بدم. ببینید قسمت اولش دیلی ریوارده. حتما اینا رو بگیرید هر روز. روز اول 500 تا و به همین ترتیب روز دهم بهتون 5 میلیون میده. بعد از 10 روز دوباره از اول همین منوال شروع میشه. فقط دقت کنید به اینکه اگه یک روز نزنید مثل ما رو پله به خونه اول برمیگردید. از اینجا باید اینا رو جوین بزنید، بیاید چک بزنید. این کارت خودش 1 ساعت زمان بره چک کردنش. قسمت بعدی میگه آقا ایکس رو فالو کن. حالا نیازی نیست شما فالو کنی، بیای بیرون چکو بزنی پولشو بهت میده. اینجا میگه آقا choose your exchange. اینجا واسه یه چند تا نماد صرافی میاره. دقت کنید نماییه. هنوز به هیچ ولتی به هیچ کیف پولی نمیشه همستر رو کانکت کرد. حالا ما اختیاری میذاریم روی بینگ ایکس، بعد به همین راحتی دوباره 5000 تاشو چک میزنیم دریافت میکنیم. این قسمت هم که میگه آقا 3 تا دوست 3 تا زیر مجموعه بگیر 25000 تا دریافت کن. دوستان یه نکته مهم داخل این گرفتن کارت ها، یه سری از کارت ها واسهتون باز نمیشه. شما هر چقدر بقیه کارت رو دریافت کنید. من یه مثال میزنم براتون. ببینید الان این قسمت که یه کارت جدید اومده، لایسنس ژاپن، گواهی یا همون مجوز ژاپن. میگه آقا اینوایت وان مور فرندز. میگه یه رفرال دیگه بگیر، یه دوست جدید دعوت کن. یعنی اصلا ربطی به این نداره که شما کارت دیگه ای رو تقویت کنی یا وصل باشه به کارت دیگه. این از این قسمت. مهمترین قسمت کارت قسمت اسپشیالز است. اینجا یه سری کارت واسه تو میاره که پروفیتش خیلی زیاده، جایزش خیلی زیاده. به طور مثال این کارت میگه آقا در قبال 11000 تایی که برای من پرداخت می‌کنی، من خریداری می‌کنی، من هر ساعت بهت 1.5 کا اضافه می‌کنم. الان من این کارت رو خریداری می‌کنم، یه مثال خوب واسه تو میزنم. ببینید به طور مثال من این کارت رو خریداری می‌کنم با 2500 تا 275 تا سکه بهم اضافه میشه. به کجا اضافه میشه؟ دوباره واسه تو میارم بالا به این قسمت profit per hour. بعد از چند ثانیه این کارت دوباره برای من باز میشه و قابلیت تقویت برای من قفلش باز میشه. الان ببینید دوباره میتونم تقویت کنم. الان میگه 2700 تا بده، 294 تا بدم. یعنی بیشتر از سری قبل. حتما این قسمت ها رو بخرید، همه کارتاشو بخرید. با همین کارت هاست که موجودیتون خیلی میره بالاتر. اون پروفیت ساعتیتون میاد بالاتر. این از این قسمت. و یکی دیگه از مهمترین نکته های قسمت کارت ها این 3 تا کارت هست که به اصطلاح بهش میگن کامبو. ما این 3 تا کارت رو هر روز داخل کانال آپلود میکنیم. این کارت ها رو یا باید بخرید یا اگر خریدید باید تقویت کنید. میگه آقا در ازای تقویت اینا من بهتون 5 میلیون سکه میدم. به همین راحتی. قسمت آخرم دوستان چیزی نیست، فقط نکته خودشه. میگه آقا قسمت بعدی مثلا ربات ما پخش توکنه، همون میخواد سکه هاشو بده بیرون تا ما بتونیم نقد کنیم و به پولمون برسیم. به همین راحتی ارسال کنید برای دوستاتون، حتما ازش استفاده کنید. امیدوارم که مثل نات کوین بتونید یه سود حسابی ازش ببرید. عاشقتونم. خداحافظ.